دورنمای رشد روابط تاجیکستان و اوکراین قطعا مثبت و خوشبینانه است. ساحه برق به حیث همکاری محوری ما باقی میماند. واقعا تجهیزات اوکراین از جهت صفت جوابگوی تمام استانداردهای جهانی است. ما می‌دانیم که برق با در نظر داشت ذخیره‌های بای آبی ساحه بنیادی و استراتژی اقتصادی تاجیکستان است. اینجا باید تمام ظرفیت‌های ممکن روابطمان را استفاده کنیم. اما همکاری ما تنها در دایره ساحه برق محدود نمی شود. ما ایده ها و طرح‌های دیگری جالب هم داریم. من امکان داشتم که از تمام منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان دیدن کنم. از آن جمله تقریبا یک ماه قبل به منطقه آزاد تجارتی 5 سفر کردم. در همه این جاها ایده های خوب برای همکاری پیدا می شوند. برای مثال چندین بار با همکاران خود در تاجیکستان ساحه کشاورزی را بررسی کردیم. حالا در زمینه وصل کردن تکنیک کشاورزی اوکراین در تاجیکستان گفت و شنیدها در جریانند. طبق اطلاعی که سفارت اوکراین در تاجیکستان در دست دارد، جانب اوکراین تمام قراردادها از جمله تحویل تجهیزات انرژتیک را بدون تأخیر انجام می‌دهد. من چند پیش با وزیر اقتصاد تاجیکستان دیدار داشتم و به این نتیجه رسیدیم که در اول سال آینده برای جمع کردن اطلاعات در زمینه همکاری‌های اقتصادیمان گروه کاری تشکیل دهیم. متاسفانه سفارت به حیث یک نهاد دیپلماتی نه همه وقت اطلاعات نو را درباره عملی شدن قراردادهای اقتصادی دسترس می‌کند. امیدوارم بر اساس توافق بالا ما امکان پیدا می‌کنیم که اطلاعات نو را در این زمینه به دست بیاریم. واقعا در حال حاضر قضیه‌های مربوط به دولت اسلامی، حوادث سوریه، تهدید خطر توسعه اکستریمیسم و تروریسم در مرکز توجه جامعه جهانی قرار دارد. البته مسئله امکان ظهور چنین خطر در قلمرو تاجیکستان را باید مقامات این کشور بدهند. از روی بهاگذاری‌های مقامات تاجیکستان چنین خطر در میان است. از این رو باید به خاطر کم کردن این خطر همیشه آماده بود و از پیامدهای منفی جلوگیری کرد. برای من به حیث نماینده اوکراین مهم آن است که بهاگذاری‌های این خطر واقع بینانه باشند و یگان مقصدهای دیگر نداشته باشند.